محترم امام علی رحمان. من صاحبکار مردی 80 ساله از ناحیه رشت. شما چطوره که سفری کاریتون به ناحیه رشت بود؟ خیلی درباره من کارهای من خودت دیدید، آموختید. وقتی که ما رو به قصر ملت دعوت کردن، ما به قصر ملت اومدیم. خوشبختانه من در سن 80 سالگیم به شما واخوردم. وقتی که من رو در سن 80 سالگی با مدال شایسته خدمت شایسته تاجیکستان سرفراز گردانیدید، من خودم باز جوانتر حس کردم. من در پیش شما وعده دادم که با سن سالم نگاه نکرده در سن 42 کیلومتر راه را منفرج کردم. با در پیش شما وعده داده بودم که من 26 کیلومتر راه از نوآباد به چشم نظامی دره کمراب را منفرج کرده میدیم. حاضر 14 کیلومترش منفرج کرده. کمتر همین باران ها ما را جناب عالی، من از متخصص ساحه چاروا همون دره کمراب طرف شرقی افتابراه دریاچه کمراب میگذرد، یگان چاروا گذشته. من با مبلغ خودم دوستان عزیز، پیش از ویدیو رو سر کردن با شما گفتنی هستم که در کانال کنکورس رفته. این کنکورس از دیگران فرق میکند و ما در جای یکم 10,000 سومانی، در جای دوم 5,000 سومانی و در جای سوم باشد 20 تلفن اندروید گالاکسی A10. برای در کنکورس اشتراک کردن در تگ انا همین ویدیو از سلکه میمونم، در اومده در اون کانال ابونه میشین و رقمی در اکران میبینین حتما در واتساپ نویسین با شما بلیت میدید. نرخ بلیت باشد 500 روبلی روسی باشد. رقمایی که میبراید در واتساپ ایمو بنویسین با شما بردباری خواهانم میگذاریم. یک کپروک ساخته، دروازیش 15 متر، پهنویش 4 متر، باربرداریش 100 تن. آسان 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 آسان. من برای مردم چاروادار برای مسئله آذوقواری صدها گکتر چراگاه تابستانه آماده کردم و 150 بنا از همون کپری که من گذاشته گیاهای شفابخش رو میچینند. خوچ شفاونیکش میگن. هر یک خوجگی از 1 تن تا 3 تن خوچ استحصال میکنند که تاجرانی خوجند باستانی رفته از درای خونه هوایی 12 سومی کیلوی همون خوچه میخرند. من به هر یک خوجگی حساب کردم، همینه که گیاهای شفابخش میکنن در با سال تقسیم کردم 3000 به هر یک خوجگی درآمد میشود. رحمت آفرین. نه اینکه من در ناحیه رشت یاری رساندم، در ناحیه رودکی با کسلی های روحی زیاده از 1000 پر کلوش زمستونه برده یاردم کردم. با خانه اینترنتی پیرانسالان ناحیه ترسونده برده یاردم کردم. با از بس که من خودم یتیم کلان شدم، جناب من شما را برای آن دوست می‌دارم که شما به کدام ناحیه که سفر کنید اول از احوال یتیمان و بیچارگان از وقتی من 7 ساله بودم یک رئیس جماعت به من برادرم یک مایکه و تروسک داد. حاضرم فرمود
من اگر 1 تومان بیام فقط برده با یتیما با معیوبا با خوریا چی میکنم 6 تا خونه برای کم بساعتا سوخته 3 تا اشو انا برای میام خدای تعالی عمرت دراز کرده است یا شما مجبورم فرزندان من گرچنده بیرون از مرز جمهوری زندگی هم کنند و خود دائم در آبادی و سازندگی وطن کوشش کردند. ما با همراهی فرزندان اقدام گرفتیم که مسئله هدف 4 این است که صنعت کنونی خواجگی خلق ما اقدام گرفتیم که اگر با ما در همین نوعی پختکار اگر زمین دیدن نه کم از 15 هکتار یک فابریکه نسوچی رساندگی و بافندگی و دوزندگی میسازیم با همراهی فرزندانم. احسن فرزندات سلام بگو. احسن من خدمت‌های شما را تمام سفرهایی که به شهر نوای مملکت رفتم درباره خدمت‌های بی‌نظیر شما گپ زدم. نه هر یک مرد نه هر یک انسان در این سن سال این خیلی کارهای خیر ثواب میکند. الان یتیما را معیوبا را وای کردیم خب دعای نیکی ما مستجاب میشود. تشکر. رحمتی کلام برای فرزندای انا خود بننگ با آر و با ناموسی تربیت کردگی. تشکر جناب عالی. داره رحمت. السلام علیکم. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای اعضای ملت. و علیکم السلام. من صاحب کارزن از ناحیه ورزو. دیرکتر جدیمی امید یک قربان و شریف ما. سمت اساسی فعالیت کارخانه ما کارهای ساختمانی را در بر میگیرد. محترم جناب عالی، برای دستگیری دائمیتان جهت بهتر نمودن فضای سرمایه گذاری و رشد صاحبکاری در کشور صاحب استقلالمان عرض سپاس منتداری خودم را بیان می نمایم. در دایره دستور سپارش های شما محترم جناب عالی با سزاوار تجلیل نمودن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه ورزاب یک کارخانه خرد آبهای تشنشکن با تعداد 15 نفر جای کاری ساخته با استفاده دادم. رحمت. روزهای نزدیک سیخ قنادی با تعداد 20 نفر جای کاری با استفاده داده می شود. همزمان محترم جناب عالی اقدام پیش نمودم که یک کارخانه کارکردی میوه وابسته به هدف 4 استراتژی یعنی صنعت کنونی کشور با اقتدار 1 تن کارکرد میوه در یک شبانروز با تعداد 30 نفر جای کاری در سال 2020 ساخته با استفاده می‌دهیم. احسن. محترم جناب عالی، ما صاحبکاران از فارم امروزه که امتیازهای زیاد برای رشد صاحبکاری شرایط فراهم آورده شدند استفاده نموده. کانال ما در سامانه یوتیوب هم نوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش. در پیشرفت کارهای آبادانی بنیادکاری سهم خود را خواهیم گذاشت. باز یک بار دیگر محترم جناب عالی از نام صاحب کارزنها از نام ساختمانچیزنها عرض و سپاس منتداری خودمان را به شما بیان می نماییم که امروز ما زنها آزادانه کار و فعالیت کرده ایستادیم. تشکر زیاد. احسن. کارمندان چند قدر شد؟ در کارخانه نو شدگی قریب 75 نفر میشه. کارخانه‌های دوزندگی را بیشتر کردم اون در کار یاد گیرن اقلا از سر لباس بچگانه سر کرده اوسا بعد میشه چیزای عادی اگر سر کنیم میشه اوسا بعد دستشون راست میشه با چیزای نو میشه نخیر میبره اما مدلیرای چیزای برندایی که واسه از یک چیز سر کرده یعنی که بعد برآمدن اینقدر شهرت یافته شدن
اویدی کارهای ایریگاسیونی میکنم، ساحل مستحکم کنی میکنم، پایگاه آبکشی ساز میکنم موافق آزمونای تندری. آزمونا دا اشتراک میکنی؟ اشتراک میکنم. طولی 20 سال شد. 20 سال شد؟ 20 سال شد. در شهر کلوب، ناحیه وسیع، ناحیه اشت. بابا جان غفور در شهر چکل 11 کیلومتر قبورهای نو پلیکلینیک آب گذراندم. رفته دیدید جناب عالی. احسن آفرین. بعد میگه در شهر کانی بادام 13 کیلومتر کانال کلان فرغانه بتون پوشی کردم. ای غیرت اندوده رحمت. غیرت بله. نه هر یک مرد خیلی غیرت دل گرده داره. حالی حاضر 7 کیلومتر در ناحیه وسیع در شوبیکه و لرخوابی ساحل مستحکم کنی کار استادم. احسن. سلامت باشی. خسته نباشی. موفقیت. تشکر جناب. سلامت باشی. سلامت. احسن. السلام محترم جناب عالی. من سلطان و مقدس راهبر کارگاه دوزندگی سامان در ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان می باشم. مینداری خیش را همچون صاحبکار جوان به شما اظهار می نمایم. همه دستگیری شما در همه ساحه فعالیت زنان درک کرده می شود. چند قدر کارگر داره؟ چند قدر جای کاری داره؟ 30 جای کاری دارم. 30 جا؟ دوزندگی 12 آدرس بافی. این هم باشد با دستگیری های شما گراند های پرزیدنتی، دستگیری کمیته زن و اویلای نزد پرزیدنت تاسیس دادن. قید کردنی هم که در ناحیه ما 170,000 اهالی می باشد، از آن جمله 90,000 اونها زنان می باشد و تاسیس جای کاری این بسیار مهم می باشد. برای فعالیت زنان به ما اساساً بنا ضرور بود. ما حالا اجاره میشینیم. اگر یگان دستگیری میکردید بسیار میندار میشدیم. رئیس ولایت؟ البته این کس به ما بسیار هم دستگیری میکنند. چند کس در جمع میکنید؟ بنا رئیس ولایت من بار میکنم نوشتگی مشاور هست نویجه عظیم ابراهیم نوشتگی جبار رامزاده اصلا برای این سوی کارو برای یک هفته در ساخته میتونید. اسدالله رحمان هم میکنید اون نکنید من روم میکنید ضرورت میرسد نه بعد ما پیشتن با تشکر سلامت باشید. کانال ما در سامانه یوتیوب هم نوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.